سلام علیکم دوستان عزیز. این سلامت و خانم سپر باشه. ببینید میگه که واقعا مشکلی خیلی از ما انسان ها این است که همون قدر که مسخره میکنیم احترام نمیگذاریم. ببین همین قدر مسخره که میکنن که آدم را با بخش نمیپسن احترامی. او آدمی که مسخره میکنه خودش احترام ندارد خودش رو و هیچ کس رو احترام نمیکنه. کسی که خودش احترام نکنه که این سر رو احترام نمیکنه. کسی که مسخره میکنه دیگر رو که عقل بخش برسی هم ندارد. میگه که همون قدر که مسخره میکنیم احترام نمیگذاریم، یعنی که احترام از انسان ها نمیکنیم، که بخشش نمیکنیم، بخش نمیپسیم. خب همون قدر که اشتباه میکنیم تفکر نمیکنیم. میگه چقدر خطاگی میکنیم که اشتباه خطا است. چقدر که میگه خطاگی میکنیم فکر نمیکنیم که خطاگی از ما است و انسانی که مثل هرگاه میگیم از اون نیست. همون قدر که عیب میبینیم برطرف نمیکنیم. همون قدر میگه که عیب میجوییم که ما عیب انسان ها رو ما برطرف نمیکنیم و از اون بخش نمیپرسیم و دیگر عیب جویی رو بس نمیکنیم. همون قدر که کینه بدیل میگیریم محبت نمیکنیم. قدر میگه آدم رو ما کینه میگیریم بعد بدی میکنیم کینه رو از دل دور نمیکنیم با دوام میتیم کینه گیری رو. همون قدر که حرف میزنیم عمل نمیکنیم. بیاین فرمون میتین که پدر مادر نگاه کنین، پدر مادر رو طبقاش برسین، که آدم رو بپرسین پدر مادرش نگاه کردگی نمیکنن. فقط در حرف زنی است. در عمل 800% 10%ش عمل میکنه پدر مادرش نگاه میکنه، 90% دیگهش فقط فرمون میده پدر مادر نگاه کنین، خداوند هدایت کنه. نه هدایت میشن نه پدر مادرش نگاه میکنن. خلاص همون قدر که میگیریم شد نمیکنیم. همین قدر مرا آدما گیرون کردن، مرا در حیاتم گیرون کردگین، بخش شدگی نیستن، خرسانم کردگی نیستن. من خودم میگم شما را هم خلاص در بین شما آدمایی که آدما را گیرون میکنن اما شد نمیکنن، بخش نمیپرسن. کلمه بخشش در هر کس نیسته. بس آدمایی که میگه برای چی بخش پرس ماچ کردن که بخش پرسن. او اون که میگیرونن گفتی که ایرانی میبرن میدوزن، هم میگیرونن گیرون میکنن هم با بخش نمیپرسن. همون قدر که ویران میکنیم عبود نمیکنیم. هم قدر بین آدمو جنگ میاندازن با آدما رو آشتی نمیدارن با بخش نمیپرسن. همون قدر که کهنه میکنیم تازگی نمیبخشیم. همون قدر که میگیم اون چیزا رو ویران میکنیم افلاس میکنیم یکی تازگی رو در همون جا رو نمیبینیم. همون قدر که دور میشیم نزدیک نمیکنیم. همون قدر میگه آدمو دور میشیم قهری میکنیم و جدایی میکنیم که فکر میکنیم که با ما دوستمون نزدیک شیم، به خویشمون نزدیک شیم، با اپا با خواهر با جیان با پدر با مادر. همون قدر که آلوده میکنیم پاک نمیکنیم. اون قدر آدما رو میگه تهمت میکنیم، بهتان میکنیم، سیاه میکنیم، یکیم همون رو از ما بخش نمیپرسیم، همون رو سفید نمیکنیم. انا که ما ببینید آخرش میگه از نظر ما همیشه دیگران گناهگارند و ما گناه نمیکنیم. این میگن که چی میگن بگونه بینی خود چی میگن خود رو سفید کن سیاه کن، سفید کنی خود رو سفید میکنه دیگر رو سیاه میکنه. و میگن که خود رو پنهان میداره دیگران رو مثال چی میکنند چی میکنند عیب میجه. کوری خود بینوی خوری خود بینوی مردم یاد اومد. کوری خود بینوی مردم. دیدین هیچ کس بی عیب نیسته. هر یکی ما عیب داریم، هر یکی ما خطا میکنیم، گناه میکنیم. لیکن در حدیث پیغمبر محمد آمده است که عیب کسی رو پوشانیدن عیب تو رو خدا میپوشاند. کسی خطاگیشو پوشونی خدا خطاگی ما رو میپوشاند. فهمیدین؟ ما باید عیب آدم رو پوشونیم، خطاگی انسان رو بپوشونیم. که جمعه از نظر ما همیشه دیگران گناهگارند و ما گناه نمیکنیم. کی گناه نمیکنه؟ هر یکی ما گناه میکنیم. عمر خیام گفته است که در این دنیا گناه کی کرده است بگو؟ کی گناه نکرده است بگو؟ همه گناه میکنه. لیکن گناه ما رو خدا نمیبخشه. اگر گناه بین انسان باشد، انسانی که گناه کرده باشد، رنجونده باشد، تهمت کرده باشد، باید رفته بخش بشد. اگر نپرسد خدا بنده را نمیبخشه. نمیدین؟ برای این کوشش کنیم که سبب رنجیدن کسی نشه. می ندارم اشنا.